با هم دیگه اومدیم چالش بادکنک شانسی با مجازات و جایزه شانسی رو با هم دیگه انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا 12 تا بادکنکه که توی هر کدومشون چالش یا مجازات یا جایزه است که ما با دارت باید بادکنک ها رو بترکونیم و ببینیم که توی هر بادکنک چه چالش یا چه مجازاتیه و هر کسی که اون بادکنک رو ترکونده باشه باید چالش یا مجازات توی اون بادکنک رو انجام بده. پس بزن بریم سراغ ویدیو. بنیامین این دفعه چالش از دفعه پیش خیلی باحال‌تره، خیلی خفن‌تره چون من طراحی کردم. خورده ردیمتیه، هر چیزی ازش ممکنه توی چالش نشه باشه. پس آماده بازی هستی؟ آماده. خب بنی اینجا 12 تا بادکنک که تو هر کدومشون یه کاغذ گذاشتم، یه چالش و یه جایزه توش و حتی یک مجازات. برو اولیو بزن که انشاءالله اگر خدا بخواد یک مجازات سخت بهت بیفته. جایزه رو میگیرم مثلا میخوام اون آبی خوشگله رو بزنم. ها؟ اینقدر من قویه. چیه؟ بریم سراغ مجازات من یا چالش من. سفر خوشی رو برای شما آرزومندیم. صندوق عقب ماشین. به به. چیه قضیهش؟ بریم دور. من باید تو صندوق عقب ماشین باشم. بله در بسته. قرار پلازما خونه تو جدا کنیم. خداحافظ. خب واقعا میخوای منو بکنین تو چالش بله اول؟ آقا خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. برو تو. بفرمایید برو چالش تو. اول. برو تو. سم میافتاد. مثل آدم برونی ها. آره بابا. صدات هم در نیاد. برو داخل. آفرین پسر خوب. خوش بگذره. شب خوبی داشته باشی. بریم. پول ما رو نمیدی؟ خفه شو آقا، مثل آدم برونی ها. بابک یا اول فصل نکنی ها. میدونستی 200 خیلی حال میده تو سرعت بری؟ آقا سرما پول ما رو بردی؟ یا اول فصل بابا نکن نظر زنده سون باش. یه پیکان بد مسا رفیق بریم بالا خدا رفتیم کجا. استیکام هنوز کامل بهش خوش نگذشته. نکن آقا چه حسی داشت؟ بریم پالشای بعدی دهنتون رو سرویس میکنم. آقا با ویدیو اگه حال کردی همین الان لایک کن. چه همین الان ویدیو رو لایک اصلا یه کنید. ایده دارم بنی، لایک ویدیو به 8000 تا برسه بنیامین یه روز کامل 8000 تا لایک 24 ساعت تو صندوق عقب ماشین. 10000 تا. اگر لایک ویدیو به 10,000 تا برسه یه چالش طلوع تا غروب توی صندوق عقب ماشین. آقا بعد لایک کنید. لایک کنید. همین الان لایک ویدیو لایک کنید. کنید. بشین بریم چالش بعدی. من دهن شما